نمیترسی که من این قرارش بشه؟ نه هیچ قرار نمیشه، ولی کلا هر کسی رو با یه صحنه مواجه میکنه. اگه فکر می‌کنی ناراحتی قلبی داری، شاید یه دوست قدیمی رو ملاقات کنی امشب، شاید با یه پدیده خیلی عجیب مواجه بشی. اگه فکر می‌کنی که اتفاقی برای قلبت میفته، قلبت ضعیفه، قلبم هرگز نبوده قلب من انسان بزرگ و شاد احساس میکنم در بدترین دقایق این شام مهدزای چندین هزار چشمه خورشید میجوشد از یقین در دلم. خواهشی بکنم ازت، توی این برنامه سخن از هیچ کسی نمیگی. سخن از هیچ کس؟ سخن بزرگ از هیچ بزرگی نگو. از خودم بزرگتر چی؟ از خودت بگو که خیلی بزرگی. از رازهای درونیت باید بگی. قراره با یک چیزی مواجه بشی که شاید خیلی اومدن تو این برنامه شرکت کردن، اسمش هم من نمیتونم ببرم الان. نیام بگم شاید که سفره‌های پر از نان برای بند، در خانه فقر آمده ایمان برای بند. تو از شاید میگی، شاید که اشتباه بزرگی است عاشقی، شاید که عشق آبی انسان برای بد. نه شعر نه. یک روز دوست پشت در خانه‌اش نوشت ما خسته ایم دیدن مهمان برای بد. نخون، هر چی میگه خودت بگو. بریم بیا. میگی مثل این میمونه که شما بری رستوران، معنی دفترچه بیمه، بری رستوران و یه نفر بگید چی قراره بخوام اون تو، قراره بخوام اون تو. ماشین حمل جنازه و آقا سلام علیکم. یه روز بالاخره دیر یا زود جای همه ما اینجاست. البته نه همه، چون بعضیا به شکل دیگه شاید جنازه‌شون بکشن ببرن. یه توضیح راجع به کاسه بدم. اینجا قرنطینه شده است، یعنی تو که می‌دونی من چه آدم وسواسی هستم. کاورا نو. تو گفتی از شعر نخون، اما خیلی جالب زیر شعری بزنم. فضا ضد عفونی شده. میگه که اما اختیار با پای خودی. من که نمیرم این تو، نه به خاطر ترسشو. اگر یه الان صدم بگیرید نمیدونم تمیزی، من یه ذره وسواسم کسی، ولی من تو قبرم میرم نمیدونم توی در ببند، چون این یه مقدار احساس میکنم که بالاخره قبل از من مرده بوده. یه حس عجیبی آدم داره. من خودم تا حالا دست به مرده نزدم، چه اتفاقی دستم خورد، اما تو 2-3 روز احساس میکردم مرده هنوز حسش رو دست منه. چرا این کجا؟ نمیدونم، از باورهای بچگی تا الان که فکر میکنیم مرده ها چی هن و چی نیستن. سازمان بیزهرا ماشین حمل جنازه خیلی هم عالی. کیه میگه که هر آن که نیست دلش زنده به عشق به او نمرده به فتوای من حسن این آقا رو نماز کنید؟ نه نمیشناسم. شما میشناسه منو؟ من که خب دیدم برنامه‌هاتون رو عزیز. خب این آقا میشه خودشون معرفی کنه؟ بله. رجوع شغلش بگه. بله. و این ماشین گفتی قبلا مرده توش رفته. بالاخره دیگه میخوای بدونی صاحبش کیه؟ صاحب چی؟ صاحب ماشین؟ آره. اینا صاحب نداره، صاحبش برای سازمان بیزهرا است. برای شخص نیست، درسته؟ نه برای شخص نیست، مالکیتش سازمان بیزهراست. من ابوالفضل زهری 13 ساله این ماشین از صفریش دست شما تا امروز تحویل ماشین خوبی بوده؟ ماشین خوبیه.
چیکار داریم باش چی حمل میکنن؟ ماشین خوبیه یا نه؟ میگن در تمام کشورها بعد از 5 سال ماشین از رده خارج میشه. در ایران بعد از 5 سال تازه قسطش داره تموم میشه. حسن آره. ولش کن. ما می‌خوایم برنامه درست ضبط کنیم. گفتی عقب دراز نمی‌کشی، نمیری. جلو میشینم. بشین جلو با هم بشیم گپ بزنیم. من جلو میشینم. جای راننده میتونه بشینه؟ من اون کنار. میخوای خودم برونم اصلا؟ من تا حالا ماشین مدل بالا نروندم. ماشین حمل جنازه نروندم تا حالا. سب مسئله برنامه. به یه شرط من میشینم پشت رول این ماشین. نه حرکت میکنیم. به شرطی که الان بریم به ایسترا و شما برای من مرده بشوری من ببینم که جرأتشو داری. من این کارو خواهم کرد چون که آرزوی منه که 7 جنازه بشوری. 7 جنازه بشوری. فرقم نمیکنه جنازه کی باشه. نه فرق نمیکنه. آدم دیگه مخلوق. تو که من خیلی من آخه ببین اونایی که مثلا میگن آدمای خیلی خوب هستن، آدمایی که از اولیا هستن، اوتادن، انسان‌های بزرگ. خب بالاخره فضیلتی که آدم پیکر اونا رو بشوره توی مردشور خونه. اما خب آدم معمولی چی اصلا نه جنده شد نمیشه، ناراحت نمیشی. آدم حتی اگر پیکری که جراحت برداشته باشه. ترجیحاً نه. اونقدر دیگه اونقدر قلبت قوی نیست. راننده مسافرکش، حالا تاکسی نبود، مسافرکش. پشت سرش مسافر نشسته میزنه رو شورنش که آقا من همین بغلا پیاده، چون چند بار میگه من پیاده میشم نمیشنم. آروم میزنه رو شورنش که من این بغلا پیاده میشم. تاکسی یهو فرمون میگیره میرن تو جوب و درخت و داغون میشه همه چی. بعد مسافر تعجب میکنه آقا چی شد؟ چرا شما یهو تو فکر بودی؟ چی شد؟ آقا من صدات کردم شما چند بار نشنیدی. آروم زد روش گفت دیگه هیچ وقت این کارو نکن. رو شونه کسی نزن. آقا جریان چیه؟ گفت من سالها ماشین نشکش راننده بودم. الان که داشتم میرفتم حواسم نبود که این ماشین که الان توش هستم مسافر کشم. شما که زدی فکر کردم مرده بیدار شده زنده شده داره میزنه رو شونم میگه وایس. راضی هستین آقا ابوالفضل؟ بله. اگه بشینی بعد 2 دقیقه هم عقب بشینی با هم عقب دراز میکشیم. آخه من تو اون قوطیا من دراز نمیگیرم که نه بدونی تمیزه. من خودم کنار دراز میکشم با اجازه آقای. کاور نوع اونا ماشین همه. من یه دستگاه دارم. حالا یه چیز دیگه بهت میگم باشه. دستگاه دارم یا میزنم مثل این دستگاهی است که صافکارا میان میزنن به ماشین ببینن رنگ شده یا نه. شما میخواد بدی میکروب چقدر داره؟ نه میکروب اصلا نشون میده مثلا انرژی امواجی انرژی دیدی مرده مرده ای نبردیم من چند وقت قرنطینه بوده. 13 سال کارم اینه. قدیم تو دهات بود، امکانات ضعیف بود، طرف نفسش که ضعیف میشد گفتن مرده دفنش میکرد. یا جوک بوده همش که طرف میگه من نمردم گفتن تو گرمی نمیفهمی. من تا حالا چیزی ندیدم. من تا به امروز چیزی ندیدم کسی زنده بشه یا بریم در خونه‌ای بگن زنده شد برگرد. نه این موضوع نیست. یه فیلم ولی ماشین تو موبایل اومده بود مرده رو داشتن خاکش میکردن. بعد اون هم نیست. یهو بلند شد، همون تو روستا بود. بلند شد. خب دیگه روستا رو که ما قبکنه با بیل زد تو سرش کشتش. گفت نترسید بیان کشتمش. فرار نکنید. ملت دوباره برگشتن. باحال بود نه؟ بس شما فرمون تا حالا مرده نکشتی ها؟ مرده نکشتم نه. ان شاءالله که پیش نه مرده که زنده بشه منظورم. ولی مرده رو که نمیکشن. ندین مرده است. مثلا اگه دیدی مثلا زنده شده میخواد اذیتت کنه خودت بگیری خفش کنی. نه مرده نه اذیت داره نه ترس داره. ببخشید من خیلی سوال میکنم. بپرسش. علتش چیه که میگن اگه مثلا خیلی دلت گرفته یا اینکه خیلی شاد هستی حتما به این روایت از امیرالمومنین که میگن هر وقت خیلی شادی بری بهشت زهرا، هر وقت خیلی هم غمگینی، حالا نه بهشت زهرا گورستان. مطمئنی از امیرالمومنین؟ شنیدم منم نمیدونم. خب درود به معرفتت که اینا رو باز میگیشون. بعد الان میریم سمت بهشت زهرا الان؟ نه. میخوای شب ما حداقل نبر تو قبر زور. شما فکر کردی که این ماشین مصب به جا شکر. شما فکر کردی که ما راه میتونیم بهشت زهرا؟ برای اینکه این خط آخر نیست. بعد از اینجا قصال خونه است. بعد از قصال خونه آقا من که زندم برای چی میخوای غسلم بدی؟ آقا جان من دارم شما اجازه بده برادر این من. برنامه ما نمیرسه به اون مراحل. ما فقط آقا همینجا وای رفتی هم مشکل نه آقا. ما امشب هم که بریم بهشت زهرا میام لحدم روم بذارید فقط یه ذره مثلا آب و دون و اینا بذارید. یه دقیقه بشینم ببینم چه جوری. 2 دقیقه این تو بشین. وای نه من ترسیدم. بریم. کجا تو وان بخواب بابا ولمون.
این ارتباط با مرده قطع این پشت. حالا حسن ما جان هیچ 2 دقیقه شناختی مونده از من بعد با 5 دقیقه بابا 5 دقیقه برنامه مونده. این 5 دقیقه رو بیا تجربه کن. مرسی. بیا علی مدد. چقدرم سریع. آقا یعنی تمیزه؟ کجا باید بخوابم تمیز. کجا باید بخوابم؟ پس تو اینجا بگیر، پس اینجا میتونی از اینجا استفاده کنی. حالا هر چی برم خودت راحتی. اینجوری بلم کن دیگه. حله؟ آره. یه خودت بگیر اونجا. نه به اونی که میگفت نمیرم. بابا چی کار کنم؟ تو میگی برو بعد این کاور نو آورده. آقا من الان مردم. یه دقیقه صبر کن. حسن این منظومه قانونی داره. اگر واقعا موبایل توی جیبت داری یا دستبند ساعت و کیف پول باید خارج کنی از این فضا. مرسی ممنونم. این موبایل دیگه کیف پول ساعت ندارم. اشیا اضافه هیچی. یه گوشی فقط. یه گوشی و کلیده دیگه. کلید هم خارج کن. آخه کلیدو میخوام در چیز قبر رو واکنم. در تابوتو. ما نمیخوایم بریم توی قبر. ما همینجاییم. ما تو شهر. ما فقط میخوایم یه کارت آبربانک هم دارم. یه موقع اون دنیا اگه چیز شد یه کارت بکشم بگم آقا این گناه منو میخرم. تو موجود حسابت انقدر زیاده یعنی ببینم بیشه یا نه. میخوای ببری با خودت؟ پوز ندارن دستگاه کارت اون دنیا. فکر کنم اونجا کار نکنه. ما یه 2-3 دقیقه دیگه میریم خدمتت. فقط پس خواهش برو به همراهانم بگو که بله اصلا حواسم هست. حسن داره میخوام ببندم. ببند دیگه چی داری همینجا. دست یه- قلبش بزنم یه چای گل گاو زبون. یه دقیقه صبر کنیم. قلبش داره تون تون میزنه. خیلی تون میزنه. الکی نگو. الکی نمیگم. بگو یکی از بچهای عوامل تصویردار بیان قلب من دست بزنن. مجید بیا ببین قلبش تون میزنه یا نه. ببین فکر کنم من شوخی میکنم. نساز قلبم. این بیشتر من نه بگو جلو بگو تون میزنه. آره میزنه. ببند برو جلوتر. برو جلوتر. اوکی خوبه. آخ سلام. من مردم. خوبی؟ یه برنامه دیدم حالا در تلویزیون به تو گوشی موبایلم اومده بود. حاج آقا دولابی بود یکی از علما بود صحبت میکرد. میگفت که مردن مثل میمونه که شما توی یه اتاقی هستی و فقط اون فضا و اون محیط رو میشناسی. بعد به شما میگن بلند شو بریم اون اتاق. یه دری هست بریم اون اتاق. شما مقاومت میکنی میگی نه چون دلبستگی به این اتاق پیدا کردی. میگن بابا اون برای شما خیلی لوازم بسیار عالی، پذیرایی خیلی مفصل، همه چی تدارک دیدیم. بیایم بریم اونجا. شما مقاومت میکنی. یکی از دلایلی که مردم از مرگ میترسن یا خیلی چسبندگی به این دنیا دارن به خاطر این. بعد میگفت درو که باز میکنن میرن تو اتاق میبینن بابا چه فضای اونجا. بعد میگفت که حالا تفاوتش با اینجا اینه که اون اتاق اصل زیبایی هاست، یعنی اون دنیا، این که میگن دنیا مزرعه الاخره، اصل زیبایی ها تو اون دنیاست. و به قول مولانا که میگه این دنیا دنیای مجوزه، همین دنیای مجازی که الان ما توش صبح تا شب فعالیت میکنن، مردم وقتشون رو تلف میکنن. مولانا میگه دنیای مجوزی اینجا، میگه ما همه سایه ایم، اصل جای دیگه است. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش باز یابد روزگار وصل خیش. مردن قسمتی از زندگیه به نظر تو؟ الان من جواب بدم. آره دیگه، میخوام اول اینو بدونم. بیشک. خب اون که مردگیه دیگه، زندگی نه
میبینم، بخشی از زندگیه. یعنی بازم تو اون جا من زندگی رو جاری بودن میبینم، یعنی زندگی رو جریانی میبینم که مرگ حالا وسطشه. الان حالت چطوره؟ حال عادی. چرا هی برمیگردی، هی تکون میخوری؟ چرا آرامش نداری اینجا؟ چرا انقدر معذب؟ آرامش ندارم. آره. مرد سوالم تو از من آرومتر اینجا نشستی. در رو که بستیم به من بگو. در که بستیم من بگونم چند یه مقدار به فکر رفتم که مثلا اوکی. بالاخره همه ما یه فرصتیه که به دنیا میایم، یه تایمی تو دنیا میمونیم و بعد از این زمانم از این دنیا میریم. خب با خودم میگفتم این زمان که اصلا معلومم نیست برای هر کسی چقدره، که حتی پیامبر اسلام صلوات الله علیه میفرماید که من که پیامبرم الان نمیدونم یک لحظه بعد هستم یا نیستم. شما که دیگه انسان‌های عادی هستین، پس مراقب رفتارتون، اعمالتون، گفتارتون باشین. بعد با خودم میگفتم این زمانی که اصلا معلوم نیست چقدره، چقدر خوبه که الان که دیگه ته خطم، دیگه دارم میرم سمت بیزر و حالا غسل و کفن و خاک شدن ان شاءالله بعد از سال‌های سال. خب مهم اینه که همینه میخواستم بگم که چه اهمیت داره که مثلا 200 سال عمر کنی، 100 سال، 40 سال اصلا جوان مرگ بشی، اصلا نوزاد بمیری. خب حالا قصه بچه‌ها که جداست، چون میگن بچه‌ها پاکن و چند وقت پیش صحبت بود یه جا گفتم علتی که ما صورت نوزاد نگاه میکنیم خیلی به دلمون میشینه، نه به خاطر اینکه نوزاد خوشگله یا خیلی عروسکه مثلا به دل میشینه، چون لوحش سفیده، هنوز نه خشم میدونه، نه کینه میدونه، نه دروغ، نه تهمت، نه غیبت. چون نمیدونه، تو وقتی نگاه به چهرهش میکنی پروندهش آرامش رو میبینی در وجوده و به تو حس خوبی میده. دارم میگم اصلا مهم نیست چقدر زندگی کنیم، دارم میگم که این تایمی که تو این دنیا هستیم، این زمان اثر بخش باشیم، مفید باشیم. اول برای خودمون، چون مهمترین کس تو دنیا خودتی، بعد برای خانواده و بعد برای خب تو چیکار می‌کنی به نام خودت که مفید واقع بشی؟ خودت رو بگو. من چشم انداز خودم رو تعیین کردم قبل از اینکه بیام این تو چند وقت پیش گفتم چشم انداز من برای زندگی اینه که در آینده به خاطر شغلی که دارم، یعنی کار طنز، خب یه کاری ارائه بدم که اولا سلامت باعث نشاط عمومی جامعه بشم و این نشاط عمومی سلامت روان جامعه رو بالا ببره. تو این زمانی که خود شادی کمتره نسبت. دو، اگر بتونم لابلای کار طنزم پیام‌های اخلاقی، اجتماعی، علمی، فرهنگی رو در قالب طنز ارائه بدم، سطح فرهنگ جامعه و سطح زندگی رو هم یه جورایی اثرگذار، نه که ارتقا بدم، اثر مثبت بذارم. از اینکه با این کت شلوار سفید و به حال یه تیپ خیلی موجهی، دیوار مهربانی برداشتم، اومدی دراز کشیدی اینجا، بهت برخورد، ناراحت شدی دست من انقدر یه نخود خدا وکیلی؟ نه اولش ممانعت کردم، بودم نمیرم این تو. چی شد که رفتی؟ کاور تمیز آورد. وسواسی عین خودم. پس حسن بیش از این وقتی تو نمیگیرم، امیدوارم همیشه سلامت باشی. حسن جان نمیخوای پیاده شی؟ آقا ما رو تا خونه با همین برسونی. چقدر میشه کرایه‌اش؟ ماشین هست، کارتم که دست است. آقا ابوالفضل جانم، چقدر میشه هم، یعنی از اینجا تا منزل کجاست؟ زنده رو به شکل مرده ببرین تو خونه چقدر میشه؟ گرون‌تره. چرا؟ به خاطر اینکه می‌ترسی از پشت سر بگیرم گرد. ما باید باهاش صحبت کنیم. نه من میخوابم. پای ریوندی، کلید نکن. کارت ملی. چرا آقا من یه اعتراضی دارم، چرا عکس کارت ملی های ما رو اینجوری درست میکنن که آدم روش نمیشه کارت ملی ارائه بده جایی؟ آقا بیام بیرون دیگه، خیلی مرده ای شدم، برگردم به زندگی. عزیزان بیننده، کلیدا رو چجوری بیام بیرون؟ ما کمکت نمی‌کنیم، ما خودم میام بیرون، خودم اومدم تو. خدا انشالله از سر تقصیرات همه ما بگذره. مرسی از اینکه تو این برنامه شرکت کردی. به این گل باید هر روز آب بدی. مرد تو گل خشک آوردی، من چجوری زنده کنم اینو آب بدم بهش؟ یه گل تازه، این قشنگ مرده تمومه. خب خیلی تو آفتاب موندهش.
چون شما دیر اومدی، ما خیلی وقت منتظر شما بودیم. این اینو نگاه کن، اینو نگاه کن، این قنچه است. بله، برگ هایی داره که بعضیاش خشکه. شما آب بده، لطفاً جلوی خورشید قرارش بده. علی رفته بود ماشینش رو گفته بودن تو تعمیرگاه بعد شماش عوض بشه، رفته بود شمع از شیرینی فروشی گرفته بود. من با این آدم چیکار کنم؟ و برگرد به همون استیج. صدای آخری که داد، برگرد لبخند بزن تازه کنی بغض بنان را، یه هم قدم بزنیم. بخرام برا شفته کنی فرشیان را، تلفیق سپید و غزل و پست مدرنی تنگوش به لب کرده همه منتقدان را. مخلص شماییم، همیشه پاینده باشید، سرزنده و شاد، خوشبخت باشید. خدا نگهدار. دل با تو بگویم، با تو بگویم، با تو بگویم. گفته بودم با تو بگویم. ای که گفتی منو اندر پی خوب ما کجاییم در این بحر تفکر، تو کجایی؟ ما کجاییم و تو کجایی؟ غم دل با تو بگویم. غم دل